یکی از موضوعاتی که ما رو از زندگی کردن با لذت و عشق در حال حاضرمون باز می‌داره مشغول بودن به دیگران هست. اینکه ما وقتمون رو، لحظات عمرمون رو صرف کارهایی بکنیم که برای خوشنودی و رضایت دیگران باشه. اینکه قضاوت‌های دیگران، حرف‌های دیگران، اظهار نظرهای دیگران تأثیر مستقیمی بر رفتارمون یا افکارمون و یا گفتارمون داشته باشه، یا اینکه همه تلاشمون و کوششمون این باشه که دیگران رو از خودمون راضی نگه داریم و نرنجونیمشون، به جای اینکه تمرکز و توجه خودمون رو روی آرامش و آسایش و راضی نگه داشتن خودمون بکنیم. همه تلاشمون اینه که دیگران در آسایش و آرامش باشن، برای خودمون نباشیم، به خودمون اهمیت ندیم. اهمیت و اولویت زندگیمون دیگران باشن، نه خودمون. مشغول بودن به دیگران یعنی فراموش کردن خودمون. مشغول بودن به دیگران یعنی هویت و شأن و منزلت خودمون رو بی ارزش بکنیم. دوست عزیز، روزی میرسه که به این نتیجه میرسیم که چقدر اشتباه کردیم که برای خودمون نبودیم، ولی اون روز خیلی دیره، چون دیگه فرصتی نخواهیم داشت. سن و سال و عمرمون دیگه بالا رفته، پا به سن گذاشتیم، حوصله و زمانی برای جبران نداریم. چه بسا که در این مدت هم ضربات جبران ناپذیری هم از خدمت به دیگران خورده باشیم. ما به خودمون خیلی بدهکاریم، خیلی. بیایید برای خودمون حد و مرز و حدود تعیین کنیم، برای دیگران محدود و گاهی هم دست نیافتنی باشیم. بیایید ارزان نباشیم. اینجوری کمی از بدهی خودمون به خودمون کم میشه و یکم به آرامش نسبی هم میرسیم.